همان وقت خوشبختی بنده باز رنگ و رویش بعد ایمان به الله مکمل می شود که توحید خدا را به جا بیارد، یگانه پرستی خدا را به جا بیارد، خدا را در همه کار یگانه داند و علق قلبه بخالقه، قلب خود را به خالقش معلق و آویزان کند، قلبش فقط با الله تعالی همراه باشد و فوض جمیع اموره، تمام کارهاش به الله تعالی سپارد. قال ابن القیم خدا رحمت کنه در کتاب زاد المعاد گفتم التوحید یفتح للعبد باب الخیر والسرور واللذة والفرح والابتهاج. توحید خدا را یگانه اعتقاد کرده، یگانه شماریدن، به خدا کسی را شریک و برابر و همنسل و مانند دانستن، این برای بنده دلی خیر، دلی خوشبختی، دلی خرسندی، دلی لذت و دلی ابتهاج میکشد. ابتهاجش رنگ و رویش خوشحال شده میبرد، خرسند، تمام از وجودی او با شدت خوشبختی وزیده میایستد. این درهای برای او توحید میکشد. خدا پرستی، یگانه پرستی، اعتقاد کردن به خدا، تکیه کردن به خدا. تو نور آویختن شرک است. کسی اگر در بدن خودش تومار داشته باشه من کافر است. اعتماد به تومار این گویا که این چشم رو دور میکند، ضرر رو دور میکند، فایده رو نمیارد. اعتقاد کردن به همین چیز این کفر محض، شرک محض. من تعلق تمیمة فقط اشرک. پیامبر خدا گفت کسی برای خود تومار آویزد در حقیقت به خدا تومار شریک آورده است. این وظیفه خدا است، ضرر دور کردن و فایده را آوردن. برای چی اصل ایمان، اصل خوشبختی ایمان به الله گفتم. خوشبختی ایمان به الله است. پول و مال و ثروت و خانه و زیبایی و دیگر چیزا نیست. برای چی؟ برای اینکه ایمان به الله و رسولش داشته باشد و همین هنگام اگر وفات کند بازگشت او به جنات الفردوس است. بنابراین پیامبر خدا فرمود جنازه خطاب می‌کند اسرعونی اسرعونی، مرا تیزتر برید می‌فرستید. اسرعونی اگر شخص صالح باشد. دیگه اگر شخص طالب و غیر صالح باشد نعوذ بالله، این تذهبون بها یا ویلای، بر حال اون شخصیتی که شما میبردارید در کتفایتان، وای بود بر اون شخصی که شما میبردارید، اینو به کجا میبرید؟ نمیتونه شخصی بد. شخص خوشبخت وقتی که جانش برآمد، خواه در ایام جوانی، خواه در ایام کمبدلی، اون وقتی که ایمان به الله و رسولش داشته باشد، اون منطقی سر برآمد. وقتی که میبرد کلبه ها از جنت، عملهای صالح و ایمان و باوری و در صورت یک شخصی سفید و رویش درخشان و منور به نزد او بهترین انیس میگوید. یه لحظه مانند خواب عروس خواب میکند که میخیزد که قیامت است. یعنی یکم عذاب و شکنجه راحت از این دنیای فانی که پر از غم و غصه است. کسی که همین دنیا و اگر محبت بنده، مهر و عشق و علاقه بنده، دنیا را دوست دارد، واقعا این گفتن عقل اون ناقص است. برای چی؟ کجای این دنیا سزاوار محبت است؟ دنیایی که سرتاپا غم و غصه، سرتاپا مشقت، مصیبت، مشکلی که در پایان می‌آید. کسی که اگر همین دوست دارد واقعا در عقل او کمبودی هست، نقص است.